با سلام، وقت بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من خسرو سخنور هستم و با یک تحلیل دیگه از بازار کریپتوکارنسی در خدمت شما. خب همینجوری که میدونید، خب بازار در حال اصلاح کردن هست و حتی آلت کوین ها با اصلاح های 40% 50%. حالا در واقع باید بگم که خودم هم انتظار چنین اصلاح هایی رو از مارکت نداشتم، ولی خب به هر حال همینجوری که قبلا به شما گفتیم، ما هم میتونیم اشتباه کنیم و خب تحلیل قسمت قبل ما اشتباه بود و خب قاعدتا ما هم یک فین ریتیو داریم. بریم یک نگاهی به بازار بندازیم ببینیم که بازار از چه قراره. خب در مورد بیت کوین، اگر بخوایم با همون فلسفه پرایس اکشن بهش نگاه کنیم، اول اینکه من این سقف تاریخی رو اینجا به نمودار بندازم، این ناحیه رو. خب همچنان شکستی رو به پایین برای من انجام نشده که بگم اوکی خب برگشتم داخل این رنج و میتونم بیام و به کف رنج برگردم. پس همچنان من میتونم اینجا امیدوار باشم که این رنج برای من نفوذ شده به بالاش و میتونه بره با بعد تا تارگت من برسه. خب اما در اسکیل پایین تر من اینجا یک اسپایک رو دارم میبینم به وضوح، یک کانال حرکتی رو حالا اینجا مشخص تر داره دیده میشه به این صورت، و یک رنج ترید رو که من با این ابزار اگر بکشم بین این ناحیه و یک خط هم اولین جایی که قیمت رو به بالا فرستاده، یعنی مجددا به سقف فرستاده اینجا بوده. پس من یک سقف و کف رو هم اینجا دارم و اینجا میتونم این خط رو هم اینجا به عنوان یک فلگ بیام و ترسیم بکنم. اتفاقی که اینجا افتاده، به این خط نفوذ شده اومده، بعد اومده بالا یک پین بار رو داده. البته پایین ترین نفوذ توسط این کندل بوده، کندل بزرگی که اینجا هستش، و سیگنال خرید برای ما زمانی صادر میشه که این کندل رد بشه، یعنی قیمت 68000 رو دقیقا بالای این کندل 68000 دقیقا بیاد و $1 به بالا رد بشه، 68011 دلار $1 به بالا رد بشه، سیگنال خرید مجددا برای ما صادر میشه و میتونه همون نظریه مثلث سعودی براش باشه به نظرم. اما در حال حاضر باید ببینیم قیمت اینجا چیکار میکنه. فعلا شکستی برای من روی این خط فلگ اتفاق نیفتاده. خود این کف هم کف رنج ترید تایم فریم روزانه من هست. یک نگاهی به آلت کوین ها داشته باشیم و حالا قبلش نگاهی به بیت کوین دامیننس داشته باشیم. خب دامیننس هم ظاهرا در مورد دامیننس هم چیزی که فکر میکردیم اتفاق نیفتاد و می‌بینیم که دامیننس هم با یک اسپایک اومد و این سقف رنجی که اینجا تشکیل داده بود رو شکست. حالا باید ببینیم که اینجا با زدن این پول بک میتونیم انتظار داشته باشیم که حرکت بیت کوین قراره که مجددا اتفاق بیفته و بعد آلت کوین حرکت کنن، و یا اگر ریزشی باشه خدایی نکرده و ما مجددا اشتباه کرده باشیم، قاعدتا دیگه چیزی از بازار فکر نمی‌کنم باقی بخواد بمونه اگر که بخواد سناریوی ریزش اتفاق بیفته با این وضع بیت کوین دامیننس. خب در مورد پولکادات که خب اینجا اتفاقی که داشته میافتاده، گردیم در اسکیل کوچیکتر. خب نمیدونم که چی شد. خب من اینجا یک اسپایک رو داشتم، کانال رو داشتم، بعد رنج شدم، سقف رنج، کف رنج، که مجددا برگشتم از اینجا یک اسپایک کانال دیگر رو اسپایک زدم، کانال زدم اینجا به این صورت، بعد مجددا اومدم و رنج شدم از این ناحیه، مجددا به سقف برگشتم و یک سقف رنج که به یک اسپایک شکستم، اومدم و به پایین حرکت کرده قیمت. اینجا همینجوری که میبینید سقف این رنج شکسته شده است و کف تریدینگ رنج هم هست، یعنی اینجاها میتونن نقاط ورود هم برای پولکادات باشه، با توجه به اینکه به نظر من این محدوده مهمی که وجود داشته دیگه سفارشاش
تموم شده و قیمت میتونه بره به بالا حرکت بکنه. در مورد کاردانو وضعیت مشابهیه تقریبا. حالا اینجا یک اسپایک کانال بوده، رنج بوده، سقف رنج، کف رنج که رنج شکسته شده. مجددا اینیم که این سقف رنج میتونه به عنوان مقاومتی که شکسته شده و میتونه حمایت بشه ما عمل کنه و خود یک کف رنج جدید هم اینجا داریم. یعنی این محدوده اینجا محدوده هایی هستش که میتونه اوردرهای خرید توش خوابیده باشه. در مورد الگو اتفاقی که داره میفته به نظرم اتفاق خوبی نیست، چون این فلگ من در اینجا شکسته شده. یعنی بعد ببینیم که الگو با این خط بالا چیکار میکنه، یعنی با این برکیون در حدود 22 سنت برگشت ها به اینجا اگر بخواد نقطه‌ای بهش عمل کنه میتونه قیمت پایین الگو رو به پایین تر هم بریزه. اما بازم همون نظریه‌ای که روی پولکادات و روی کاردانو بود اینجا هم وجود داره، یعنی یک سقف رنج شکسته شده و یک کف تریدینگ رنج و اینجا اینم بذاریم به عنوان سقف رنج جدید. یعنی از اینجا میتونیم حرکت کنیم بیایم و این قیمت ها هم بالا بریم. در مورد مینا پروتکل، خب چیزی که وجود داره اینجا یک کانال برای ما شکسته شده. یعنی اینجا یک اسپایک بوده، یک کانال بوده، کانال شکسته شده، به بریکیون واکنش داده و به پایین حرکت کرده. خب اتفاقی که داره میفته ما اینجا هیچ دیدی نداریم که میتونه از کجا قیمت مجددا به بالا برگرده و کف رنج ما رو تشکیل بده. اما معمولا این کف اصلاح برای ما مهمه. کف اولین اصلاحی که قیمت رو به بالا برده، میبینیم قیمت اومده حدوداً بهش هم واکنش داده اینجا. حالا اگر بیاد پایین تر بیاد این قیمت های مناسبی برای ورود میتونه باشه. در مورد اتریوم اتفاقی که داره میفته به نظرم ما یک فلگ رو داریم تشکیل میدیم اینجا، فلگ کلاسیک رو داریم تشکیل میدیم به این صورت و یک الگوی اصطلاحاً وج یا فلگ ادامه دهنده رو داریم و بعد ببینیم که با این خط بالا چه اتفاقی داره باش میفته. اما اینجا خودش هم به نظرم جایی هستش که این بریکیون ها شکسته شده، یعنی این شروع اسپایک اینجا شکسته شده و قبلا مقاومت بوده، الان میتونه به عنوان حمایت قیمت رو به بالا حرکت بده. در مورد سولانا خب اتفاقی که اینجا افتاده اینه که هنوز برای من شکست این خط کانال من اتفاق نیفتاده. یعنی اینجا من شکستی رو نمیتونم ببینم. خود این سقف رنج بوده که میتونه حالا به عنوان تریدینگ رنج به ما عمل کنه. میبینید که در قبلا هم حالا رسیدن به این قیمت رو برای خرید میتونستیم ببینیم حالا توی نقاشه قبلی که داشتیم و در مورد سولانا میتونه اینجا هم نقطه ورود باشه، هرچند که به نظرم دیگه ریسک ریواردی که سولانا برای شما میده زیاد باب میل نیست. در مورد رمز ارز کیک اینجا شکست اتفاق افتاده اما بریکیون برای من به بالا بهش نفوذ شده. یعنی به نظر من خود این سقف هایی که اینجا زیاد بودن و شکسته شدن به بالا میتونن مجددا قیمت رو حمایت کنن و به بالا برگردونن. و در نهایت هم BNB که حالا یه مقداری کمتر از بقیه دچار آسیب شده طور که به نظر میرسه. من اگر نقاشی ها رو کامل پاک کنم و یه مقداری زوم کنیم روی چارت، اتفاقی که اینجا در BNB میفته ما یک اسپایک رو داریم، اینجا یک کانال اصطلاحاً میکرو چنل رو داریم به این صورت، ببینیم کانال و کف رنج در این نقطه و سقف رنج هم در این نقطه. پس ما داخل یک رنج هستیم و نزدیکای کف رنج هستیم و این فلگ رو هم میتونیم در نظر براش بگیریم که شکسته شده اما خب بریکیونش به بالا کمی رد شده. میتونم انتظار داشته باشم که از این کف ها مجددا قیمت به بالا برگرده، یعنی از قیمت حدوداً $500 میتونه قیمت به بالا مجددا برگرده. خب امیدوارم که به نظرم این آخرین فرصتی هستش که اگر وارد بازار نشدید بازار داره به شما میده و من خودم به شخصه فکر نمی‌کردم این فرصت رو بده و به نظرم غنیمت بشماریدش. بازار همچنان جای حرکت داره، به نظرم همچنان جای حرکت داره و
میتونه قیمت‌های خیلی خیلی بالاتری رو هم ببینه. و مجددا هم باید تاکید کنم که هیچ کدوم از این حرفا توصیه مالی نیست، چون همینطوری که دیدید ما هم یک وین ریتیو داریم، یعنی ما هم میتونیم اشتباه کنیم و تحلیل های ما صرفا جنبه آموزشی داره و اگر بر مبناش دارید معامله انجام میدید، مسئولیت سود و ضررش کاملا به عهده خود شماست. خب امیدوارم که روزهای خوبی رو سپری کنید. من خسرو سخنور هستم، معامله‌گر و تحلیلگر در بازارهای مالی.